असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुनगेश गुन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू व घर में मंतक मबैन पशमा पेश दारिन व ई मजनशान व बख्तावरिन ईदा शुमारा मुरादबाद व मुबारकीशी अजीज़ गुलें चारों काम रासगवारी के निश्ते तो वती बलूची दीवान व फिरियामश अफगानिस्तान मिलिंग गोश गेंदा व रातुलजना गेंदे तो चारित बाज चश्मा मिन्नतवार रसून व बाज मरोचे गलानो व शालसों के जवानी रूचरा गुंशमा दीमा बरन व ईद रूचिंता ई रोच अमा रोचिंता के रांद व पात शयाक मा इबादत अल्लाह दरगाह व आई रजा कुर्तना व आई रक राजी कुर्तगान ई मशमार मस्तागियो व शीदा तक बुती रोच و ای روچان امید تکی گنجوانی سرودلان گنوشی و گلان بوتنا گوازینان گونتی دوست و سیاد و اقداران دیستن و گناوان چارتنا و اقبیلی لوٹن و پهلی شاوان ای روچانا تصرف برسیننش راده که شما گندید مروچی دیوان دارن و ای مروچی روچا مشما نمروز هستند و اید حوالین و پیسر روچتا و گونس پیتریش و مزن و کماش و جوانی نیکرای کاران تا هستند و دیگه ای که واجکار هستند و رون گونشما ای دیوان مروچ دیما برن و گونشان درستی بینو دیوان توتیا په مشما گوشند بی اید روچا که بلوچ و اید روچا چون گوازینه چون دو دا دارن و پیشی باروا منی واها گلوٹا گو دستبندی ششما میشه که تا دیوان گرد سره گندو کو چاروک بید امارت که پشما پی سره گشتون و تیپانا دا واجه دارن دریم راست دارن واجه کار هستن تو نیکرایی مردم و قومین دیوان همی مردم دیما برن تو وتی دو دا بنا هم دیما گفتگان و مروچین بلوچی دیوان و مروچین عید حوالی روچا گونی واجان نین دنیا دی دارن و روان وتی پانا دا واجه کی دارن ار پشما درستی کنین واجه آجی مولانا عبدالاحد خطیب صاحب تا ولسوالی کان و دیگه کی بلوچن شورا یا اوان اما کارهانی که دیما برند پا قومی مسائلنا اوان پیشو کو سرو کنتا و تیپانا دارن و گونه واجا مروچین دیوانا بونگه جکنا سلام علیکم واجا یہ بختاور و مزنشان ایدا شمارا مراد بادشن سلامت بید بعد منتواره که مروچی وقتی وقت وادا مارا داتی تو ای دیوان تا کو تو بار زرتا گید من هم باز خوشحال هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول که ایدا سعید فطره پا مچان تبریک گوشین پا مچ افغانستان ملت و بخصوص قوم بلوچا و مچ مردمان و مچ مسلمانان امیدوارون که عید باز وشین بید و باز مبارک کن بید. منتر است شما مروچی روچا دوده بارا مارا سرپدیده که بلوچ ای روچا چون دود داب داشته گند و آنو نما چیزی دیسته گبن تگینا بله امارن که ایدگه ملت به روچه تا شوات یک رسم و رواج و دود داب دارند ملت بلوچ هم شوات رسم و رواج و دود داب دارید که الحمدلله اما رسم و رواج و دود داب باز مطابق و شریعت اسلامی هستید. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم وصیت کرتگید که شما به روچه تا شیکیاتگر احوال پرسی کنید و صله رحمی کنید ربط و آمد کنید. اما بلوچین رواجانی تا هم ای چیز هستید شپس و پیرو کو گوستگی نانگبتا تام روچین روچا یک شمه مزنین رواج و دو دابان ایشن تا که عید روچا اما جمع بیان بعد شیشی که نمازی عید وانه گود یک یادگره گساروان شوان معذرت خواهی کنن و یا گوان ای عید پوان مبارکی دین و اوانی احوال پرسی کنن. اگر گوما سیادی و قومی داشته بید که حتما روان و اگر مبید اما یمسایگم بید باز ما ایسوجا گرن و یک تعداد حتی دست جمعی جمع بین هر گو جمعی گسا روان و سبب خوشحالی ای بید چه دارایی بید چه ناداری بید چه صاحب سرمایه و مالی بید یا مبید ای گسا روان ایدا پای تبریک گوشن و ای یک شخصلت تان جوانین یعنی که الله تعالی
مورد پسند الله تعالی اند و وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم امیرن بوده و اما پس و پیرو کم ایشانه داشتگند. حتی عید روچه بعض وقتا کوشش کنند که اگر امسایگ ناتوانین بید توانند که ایران دومی وتی خوشحالی شریک کنند، یعنی گویی کمک کنند، همکاری کنند، همراهی کنند تا ایش که وش گزید و جوام گزید. یکیش چیزهایی که باز مهمنتا به عیدانی روچه اما بلوچانی وسط تایند. اگر خدای ناخواسته دیمش عیده به نزدیکی کسی شمه مردمان وفات کرده بید کوشش کنند اما مردم بلوچ که عید روچه اول ماهی سری دیند که هم تسلیت پایی بید و هم ای غم کم بیایی تالانتر بید. پشار به سر امیت چون مصیبت زده هستید ایرا گندند. ای یکیش باز جوانین کاران هستید و اگر مزنین مردمی داشته بند، ابتادین داشته بند، مریضی داشته بند کوشش کنند که ایگی صبروند تا ایش که مریضی پایی هم سبکتر بید یک سوج و پرسانش ایال و احوال هم بید نندونیادی هم بید و توانند که شایی تقاضای دعای کنند تو پایی هم دعای کنند. باز منتوار هستم، باز شما منتوار که مارا سرپدیت بیبارا عزیزان گل چارو کم باز و شرط و کتی دمو کترا نشتگ تو وتی بلوچی دیوان و پریاما گنده تو چارید رازی که هنگت شما زانید که مشما بلوچی دیوانا دیما برن و اوتی پانا دا یک اسپیتریشو کماش دارم روان ایشا پشما درستی کنی و شایی گشتر جست کنم به همنیت باروا و چیزی که مشما گشتنی داری مشما را سرپا دیدن. ای واجه آجی مولا عبدالقیوم صاحب تا و کسی تا که گوستگین آلت و گوستگین دبدگن دور پاسا یکی شهما سرمچار و سپاهی و شهما مجاهدان بوده که ای راه تا دیمونی و قربانی داتگی و مشه پانا دمرو چیست و دیوانا برادر کن گنوتی و شین خبرنا. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. می مزنشان این هیدا شما را مراد بادشین. من همچنان شما را و تمام اسلامانا، تمام مجاهدانا، تمام بلوچانا چه افغانستان چه دیگه جانستا مچانا مبارک بعد گوشین. شما مراد بید. شما ما را گوشید شا مجاهدی حالت واده که شما پا وطن ساتتینا هنچوشین حالتی داشتگی چه حسی داشتگید؟ اما به دوره سنه 62 اما جهاد شروع کردن اول به مدرسه دینیاتن بعدا اما 30 نفر 40 نفر مجاهد کردن طالب علم تموچی امارن یکو آتن به افغانستان تا جهاد شروع کردن 14 سال اما جهاد کردن سنه 64 من وطی فادا به کنگا ولسوالیه فادا چپینا به اثر انفجار مینه شدست داتون و به خاطر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تا آخرین لحظه همش جهاد منحرف نبودن امارن وقت جهاد ادامه داتن تا آخرین که پیروزی نصیب بودی باشه فیروزی آتون وقتی گسا وقتی اما کشاورزی و اما بزگری و هر چی که استی اما را دیما گفتن طلب صندلی و رنگین چیزان نبودن زانت تمروچن روچانی کاران تا نبودن و اما من شوتی طرفه و تمام اقوام بلوچان که هستن یه عید روچا فموچین مبارکی گوشین و خداوند تبارک و تعالی خواهش و تمنا کنین دعا کنین که همیشه کامیاب و سرفراز بین به هر جا که هستن همیشه براسواری قوت زندگی کنن. من نتوانم شما باز شلتن که من شما بعضم عید سعید فطر پشما و جمعی برادران مبارکی من نتوانم شما مراد مبارک بید و امید تا که وان شما ندری و شما قربانی و تیرها قبول کن تو شما عمره مزن کن. عزیزان گل چارو کن انگتا دیوان دیما انتا و انگستر رادا گنتا و لوٹان گون دیگه واجه درستی بین و گناهی ابر دین و ای نیکین خبرن به بارا دلگوشی کنم. سلام علیکم واجه. ای مزنشان و وشین هیدا شما را مراد بادشین و شما لوگه مردمان. منو میرنگ کسان نیدا پشما و ششم ودگنده طریقه پا درست جهان مسلمانانو خاص پا افغانستان مسلمانو پا نمروز ولایت
دین دوست و شرفدار مردمان وش مراد گوشه. منتظر شما مرا سرپدی دید که عید روچا چونه گندی مروچی مردمان دن چونه کاگیدی مردمان نماز وقت وادا چون بیستگید. اولا که پشما معلومند نیمروز ولایت مردم همیشه دین دوست مردم بودند و به خاص روچان که اوان وشی و شالی روچ بیند مثل عید روچه مچ جمع بیند به مسجدان جمع بیند و گواندو مزن و تی نماز وانند و انچو بازا بیند که مسجدان تا جا نبیند و دن نکوشتن و ایش الحمدلله یکی شمشمه مردمانه دین دوستی اند و یکی شاوان دو ربی دوگو فرهنگ انت اسلامی نه که اشرا ساتان تو ویلی نکرتن امیرنگ ادامه نماز یا و پدا گشتنا اکوگدارن گسا طوری که دمترا از خطیب صاحب اشاره کرد ایش شمه دو داوانن که امها روان وتی اکو اکداران یا سر جنان وتی ناجوړو مریضان یا سر جنان و اوان آلو اولان سوجه کنن ایشم دو دابانند و نیمروز مردم عموما گرو دسته ای روچا جمع بیند تو یک دیگران و تی براسانا روان گندند یک دیگر گسان روان سر جنان و گوندینانا مهربانی کنند ایدی دهند و مزنینانا گندند و شامد و بغل کشی کنند و باز به یک محبت و به یک دوستی خاصین یکی دیگر لوٹن و نیلوٹه که دیگه شا ورنانیشن تا که ایشکواش که داره بیند ایده رو چند احتیاط کنند گو ماشین گو موتور گوندو مزن را کوچه تا ایشکواش که چیرمه گردینند باز به احتیاط دیم ابروان تا ام وطی و ام مردمانی وشین روچا به تالی تبدیل مکنند ای می مزنن و آیگو لوٹگن شا مچ دوستو براسو ورنان خاص وجه شما منتظر که وتی نیک این خبر وتی جوانی پنتو سو گیانه پا ما پایسر کنه پیش داشتید منتظر شما عزیزان گل چاروکان خاتونین گواران و شرابدارین براسان باز منتظر سوای که هنونات تو تی بلوچ دیوانه شوگانستان ملی گوش گنده گنده تو چارت باز شما منتظر است امر است که ایواجانی خبران اشکت تو و هنگت دیوان هنگست رادگ تو دیمارو تو جریان دارید و لوٹان گون یک واجه دیگه دیوان برادر کنم ایواجه استاد نصرالله تا و مشمه شادر برجا و پانتون دانشگاه استاد تو وتی بخش وتی بارا یک شهما سرو کنید و پیشو که و بی بارا مروچ جسته گیرن به حید بارا مشمار سرپدی و معلوماتن و رند شای گوندو کسا مشمار بی وانگو تحصیل ورنان بارا هم سرپدیدند امیدی که تاگور سرا گندو کو چارو بید سلام علیکم جا و علیکم السلام ای جوانین و کسان و مزنشان و بختاور نیده شمارا مراد بادشین و ششمه نیمگا بشمه لوگه مردمان مراد بادشین مبارک بید شما مبارک بید بسم الله الرحمن الرحیم منم بنو بیوت ونده نیده بشما و به تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض کنید و امیدوار هستم که یک عید جوانین گونوتی خانوادان داشته بید منتظر شما آمر از ما امید کنه ای جوانین عیده پوشی و وشالی بونگش کرده بید شما بید گوشید که عید روچا چون بنا کرده چون بونگش کرده مروچی شهما سو بتار مالا تمی دموکتره کمشمانشتان عید روچ پشما چون معلوم بوده مروچی نماز که وانتید گجا حوال سرا شدید و عید چونه که گوازید بعد چیزی که مروچی عید نماز الاز کردن اما اوتی قریه تا همین منطقه که زندگی کنن گونگو یک چون تعداد ورنان به امید دوربر گسان شدن فامیل گسان شدن و آن عادت کردن و امر از آوان دیستن شوانی علاوه را خبر کردن و عید پاون تبریکی گشتن و دیگه گونگو مردمان و تیان دوربرن باز ان شاء الله برنامه دارن که توین ورنانی گسان و توین اسپیریشن گسان ان شاء الله هم برام بخیر ما لوٹان ششما گشتر معلومات گیرن بی بارا بی وانگه و شادر برجا و پانتون بارا شما مارا گوشید که آدنا چون تا ورنان تحصیل چون دی مارود
و ای عید روچا ورنا هم دیوان چارند و پاوان یا که نوانتا گتو نه تنگتا پاوان یک امید و هگی دیگه بی که بیاون تو یک مصلحی شما توانید ده. در سال 1402 الحمدلله به اساس سعی و تلاش امارت اسلامیه 15 شریعت هم ما ایجاد کردن دو دیپارتمنت فقه و قانون و تعلیمات اسلامیه و په سال 1404 ان شاء الله ما پلان دارن امارس که می پلان ده بوده اما یک 15 جدید به نام 15 کامپیوتر ساینس هم فعال کنن دو دیپارتمنت و در چوکات 15 تعلیم و تربیه ما ان شاء الله برنامه دارن که دیپارتمنت ادبیات بلوچیه و همچنین دیپارتمنت ادبیات انگلیسی هم فعال کنن و بعض شرایط په جوانان تحصیل بعض برابر انتها اما به پوینتون نیمروز تا به خاطر جوانان که مسافر هستند و شدیدن راکند اما پاوان هم لیلیه در نظر گرفتن و یک تشکری خاص نشه وزارت تحصیلات عالیه ما دارن که یک امتیاز خاص به جوانان داده که بر علاوه چی که ماشین لیلیه دن اما مقدار پولی که بنوانه بدل الاشخاص ما پاوان دین و جوان شی بابت راحت تون که تحصیل ادامه دهند و به مشکل کم بوده جا هیچ وقت گرفتار نبین. منتور چشما که مارا سرپدی داته تو و گور سرا په دواره کی مزنشان و کسان نه د شماره مراد باد شه. تشکر سلامت به شما هم تبریک بید. زندگی بید. واجه دیوان مشمه به گور سرا رسیدی. و لوٹان اگر سوگایی چیزی داره ما و پا عزیز سلکانو کنه پا افغانستان راج و مردمه و خاصا پا بلوچانه پیش داشته بید. بله من هم امارن که اولا گشتون عیده پا مدس مسلمانان بخصوص پا وطی وطندار و افغانستان ملتا و تمام قوم بلوچ به هر جایی که زندگی کنن تبریک گوشین مبارکباد گوشین و خواهش و تمنانی لوچک شاوان ایشن که هر جا هستند وطی وحدت و اتفاق حفظ کنند وطی غریب و بیوسانی چارگاب کنند گوان یاریب کنند و وطی هر قومی که کنک کش هستید گوان زندگی جوانین داشته بایند برخورد جوانین داشته بایند و پنیکی و پجوانی زندگی کنند و شوطی حکومت تا اسلامی نا اطاعت کنند فرمانبرداری کنند و پلامرزی کنند حمایت کنند و هر جا که هستند را جوړ بیند عید یک کش درسان عیدین همیشن که به ما براسداری اخوات و محبت تا به ما یاد دادن و ایشرا باید اما یاد گرن و ایشرا عملی کنن که الحمدلله یاد دارنی باید عملی کنن و وتی زاگ و گوندی نانا هم یاد دین و غمخوری هم یاد دین و من خوشحال استون که توانتون اعتوار وطیه به مچ مردمان برسینین افغانستانیان و به خصوص قوم بلوچه و قوم بلوچه ای خواهش و تمنا دارن گوند و مزن جوان و پیر شموچن ایش که وطی وحدت حفظ کنند وطی مزنینانی احترام داشته بیند گوندینانی سر شفقت داشته بیند و به خاطر تعلیم و تربیه وطی زاگانیه کوشش و تلاش کنند و الله تعالی روچی بیارید که انشاءالله مسلمان به جهان تا هر جا که ظلم و ستمی به سرش هستید الله ظلم ستم دور کن به خصوص مسلمانان غزه که بی عیده چینک سکی و سوری هستید گوندو کنزاگش آکانی چیرند هر دم شهید هستند مچ مشما دعا کنن که الله تعالی ای ظلم و ستم شوانی سر دور گردینید. السلام علیکم. منت شما عزیزان گل چاروکان باز هوشال هستون که تایید مکترا نشتن و دیوانا گونشمه دیستن و چارتینا دیماشت و برادر بود و باز گلان و شادان هستون که هنچوشی روچتا هستن و گونی و جهانی که مشمه پانا دانشتگان تو و تی نیکین آبران پا مشما پیش داشتن شماران دوست و پسند بوتک بید و نی و هگلو تکشش ما همیشه تکی ای حید شپان و روچانا گونجوانه سرودلی پا گلان و پا شادانی وازین گونتی لوگه مردمانا گونتی دوست و سیاد وگداران و بری تاوانی سری جنید و دوتی گری و بازگانیا نین دنیا داشته بید و آوانا شوتی یاتا ما برید دیوان همه دا حلی تو حلاس بید تو گرد سرام مزنشان و بختاور و کسان نیداش مارا مراد بعدش افغانستان موچ راج ملتا و حاسم بلوچی که هر جانشتگیت دنیا هر که رپانا ده و ایوتی بلوچین دیوانو پریاما گندید شمارا منتوارا گوشین که گندو کو چارو که تو مدامتی دیوانانه پلامرزی کنو کستید همه دیوان الله تعالی سویتا دیگه دیوان و پریامی که بشمه لوگو میتا کین از مروچین اما درین و مزنشان راب شما ساتوک